در شهر مسکو یک جوانزن تاجیک برای پیشگیری از دستدرازی به ناموسش خود را از تیریزه خانه‌اش به بیرون پرتافته است. خورشید جوان با شوهرش رحمانوف اینام اسرائیلویچ ساکن ناحیه کانی بادام بعد خانه‌دار شویش به مسکو و مهاجرت مهنتی رفتند. آنجا خانه دو حجرگی را به عائله دیگر اجاره میگیرند. همسایه‌شان هم شهروند تاجیکستان رحیموف دلیر سمدویچ استقامت کننده ولایت ختلان بوده است که همراه با همسر غیر رسمیش از شهر سمرقند ازبکستان زندگی می‌کرده است. روز 21 دکبر بعد خوراک شام اینام به کار می رود. از نبودن او استفاده کرده دلیر به خاطر دستدرازی به ناموس خورشیده به حجره آنها وارد می شود و با کار به خورشیده تهدید می کند. خورشیده با این بهانه که باید خود را به تردید آورد دلیر را از حجره بیرون می کند و خود را از تیریزه خانه‌اش که در آشیانه دوم قرار داشته است بیرون می اندازد. در نتیجه هر دو پایش می شکند و الان در بیمارخانه بستری است. سامانه مهاجران مهنتی تاجیک خبر داده است که رحیموف دلیر در روسیه با نام و نسب امید کریم وارد شده بوده است چون قبلا مقامات روسی او را اخراج کردند. حرکت جمعیتی عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیک از تمام هموطنان خواهش کرده است در دستگیر کردن رحیموف دلیر که الان نام کریموف امید را به خود گرفته است کمک کنند.